ببین یه قالب ما داریم برای کف رینگ که اگه مشتری بخواد برای سفارشی میذاریم که کف رینگ رو نگه می‌داره. برای تابای بغلی که از پشت می‌خوایم فشار بیاریم به این صورت اهرم می‌ذاری پشتش جک قالبا نگه می‌داره. البته خب الان چون واشرش آماده نبود من اینو گذاشتم نگهش داره. و با این یکی جک که هست می‌خوایم تاب بغلی رو بگیریم دیگه شما هرچی فشار بیارید از قسمت جا پیچا رینگ تکون نمیخوره، کف رینگ ثابته و از تو قسمت فوق رینگه که رینگ تاب بغلیش گرفته میشه. برای رینگ های اسپورتی که خیلی قویه و هرچی فشار میارید ممکنه فشار به شافت یا فلنج بیاره، این کاری که بکنید کف رینگ رو نگه دارید دیگه قشنگ به جای پیچا فشار نمیاد و رینگ تاب به بغلش گرفته میشه.